بچه‌ها من داشتم میبینم گوشی محکم خورده نیست. بچه‌ها امروز میخوام یه سری تصویرا به بابام نشون بدم، بابام بگه اونا چیان. خب بزن بریم از اولی. خب این چیه؟ یک جامه دادی. خیارشور. پاکن. خیارشور که شبیه خیارشور. پاکن. این اسپری فیکس صورته. من اشتباه کردم. واقعا اشتباه کردی. این دستمال کاغذی. مشخصه دیگه. بچه دستمال کاغذی جدید تولید شده، میدونستید؟ این ماسک صورته. بابا جون شما استفاده کنید، من که بلد نیستم که. باید بدونی دیگه. این چیه؟ لاک. آفرین. خوبه چپ میره راست میاد، تینت میبینه حالا میگه لاک. این تینته. این چیه؟ این ریمل. نه از خانواده ریمل هست. سرمه است. سرمه سفیده. چه میدونم. سرمه است. این ژل ابروه. بله ببخشید. این چیه؟ آخریه. کدوم؟ پایینه؟ آره. یه شکلکه. خب شکلکه لوازم آرایشیه. واقعا؟ آره. سریع به همه چی میخوره جز لوازم آرایشی. این رژگونه است. واقعا؟ بله. بچه‌ها مرسی که تا پایان ویدیو همراه ما بودین. داخل کامنت ها بنویسید ورژن پسرونش هم بریم یا نه. بوس. بچه‌ها به بای. نظرتون من فقط یه ژل ریش دارم، اینا رو از کجا باید بلد بشم آخه؟ شانس من رو میبینه گیرم آورده دیگه ورژن پسرونش تو راهه.